سلام و عرض ادب و احترام. در مورد مفهومی به نام سرعت بحرانی در بالاسکروها و اهمیتش میخوایم صحبت کنیم. بالاسکروها به صورت خیلی وسیعی در دستگاه‌های CNC، در اتوماسیون صنعتی و سایر کاربردهایی که حرکت خطی با دقت لازم داره استفاده میشن. سرعت بحرانی یک بالاسکرو یک پارامتر طراحی خیلی مهم هست که باید حتما در نظر گرفته شود تا عملکرد قابل اطمینان و ایمن حرکت خطی تضمین شود. سرعت بحرانی یعنی حداکثر سرعت چرخشی بالاسکرو که قبل از اینکه ناپایداری و ارتعاشات بیش از حد در آن به وجود بیاید. این پارامتر، این شاخص به دلیل فرکانس تشدید طبیعی توی مجموع بالاسکرو حادث میشه که البته مجموع بالاسکرو یعنی محور بالاسکرو، بولبرینگ ها یعنی یاتاقان های دو سر و بارهایی که به بالاسکرو وارد میشود بستگی دارد. این سرعت و بحران به دلیل فرکانس تشدید مجموع بالاسکرو حادث میشه. پس برای اطمینان از عملکرد ایمن و قابل اعتماد معمولاً سازندگان و فروشندگان بالاسکرو اطلاعات و جداول مربوط به سرعت بحرانی رو ارائه میدند و طراحان ماشین باید به دقت اینها رو در نظر بگیرند و بالاسکروها رو بر اساس سرعت بحرانی انتخاب کنند. البته سرعت بحرانی یکی از فاکتورهای انتخابه ولی یکی از فاکتورهای بسیار مهمه و باید بالاسکرویی رو انتخاب کنید که سرعت بحرانی آنها بالاتر از حداکثر سرعتیه که در جداول هست و ضرب ایمنی باید در نظر گرفته شود. در بعضی طراحی‌ها تا 3 برابر باید ضریب ایمنی در نظر گرفت. در مجموع درک و حفظ سرعت بحرانی یعنی نرسیدن و رد نکردن از سرعت بحرانی برای طراحی و عملکرد مناسب سیستم‌های حرکت خطی که مبتنی بر بالاسکرو هستند بسیار ضروریه. حالا چه عواملی بر سرعت بحرانی یک بالاسکرو اثر میگذارند؟ مهمترینش قطر و طول بالاسکرو هست. بالاسکرو هر چقدر بلندتر و هر چقدر باریکتر باشد دارای سرعت بحرانی کمتری هست. یعنی چه؟ یعنی هر چقدر قطر بالاسکرو بیشتر و طول بالاسکرو کمتر باشد پدیده سرعت بحرانی دیرتر اتفاق می افتد یا به قولی بالاسکرو امکان چرخش سریعتر را دارد. نکته دیگری که البته اهمیتش خیلی زیاد نیست ولی مهمه جنس و طراحی محور بالاسکرو هست. مواد و متریالی که در طراحی محور استفاده می شوند هرچی صلبیت بیشتری داشته باشند میتونن سرعت بحرانی رو افزایش دهند. از پارامترهای بسیار مهم دیگر در افزایش یا محاسبه سرعت بحرانی نوع و پیشبار یاتاقان‌ها و بولبرینگ‌های دو سر بالاسکرو هست. به عنوان مثال اگر ما در هر دو سر بالاسکرو یاتاق‌بندی فیکس با هر کدام 2 بولبرینگ مثلا سری 7000 با پیشبار و حالا بارهای از قبل وارد شده در سیستم داشته باشیم سرعت بحرانی ما بالاتر و اجازه بدید بگم بسیار بالاتر از حالتی است که بالاسکرو یک سر آزاد دارد. مثلا بالطبع نوع یاتاقان بندی بسیار مؤثر است در افزایش سرعت بحرانی. نکته بعدی که اهمیت دارد نوع بار و میزان و فرکانس بارهای وارد شده به بالاسکرو هست که باعث میشه که سرعت بحرانی کم بشود. درک و حفظ سرعت بحرانی اهمیت زیادی دارد. چرا؟ چون باعث ارتعاش و فرسایش می شود. تجاوز از سرعت بحرانی که با فرکانس‌های بالا انجام میشه متاسفانه و لرزش شدید داره باعث فرسایش اجزای بالاسکرو و بولبرینگ و سایر قطعات دستگاه میشه.
دقت و تکرار پذیری رو کم میکنه این ارتعاش، باعث میشه که شما نتوانید میانیابی های دقیق انجام بدید و از همه مهمتر ایمنی دستگاه رو به خطر میاندازد. ممکن است در اثر شکست بال اسکرو حتی صدمات جبران ناپذیر حتی انسانی به وجود بیاید. بالطبع تلاش طراحان این است که بال اسکروهایی را جوری طراحی کنند که سرعت بحرانی را رد نکند. به عنوان یک مثال بسیار پیش می آید که طراحان گام بال اسکرو را 2 برابر می کنند که سرعت بحرانی آن نصف شود. پس یکی از راه‌های کنترل سرعت بحرانی افزایش گام است. البته این افزایش گام باعث کاهش به همان نسبت دقت حرکت هم هست، چون به هر حال موتوری که به بال اسکرو وصل است با دقت مشخص قابلیت دوران دارد، مگر شما از یک سیستم فیدبک مستقیم اصطلاحاً خطکش دیجیتال استفاده کنید که همچنان در بال اسکرو با گام 2 برابر دقت ما نهایتاً کمی کمتر از حالتی است که بال اسکرو گام کمتری دارد. نکته دیگر این استش که هر چقدر گام بال اسکرو کمتر باشد، صحبت سر میزان معقول هست، نسبت معقول هست، نیروی پیشروی و نیروی فید فورس بال اسکرو هم بیشتر است. یعنی ما نمیتوانیم همیشه گام بال اسکرو رو بزرگتر بگیریم. امیدوارم که طراحان محترم مد نظر داشته باشند. ما در کشور شاهد هستیم که این مسئله کمتر مد نظر قرار میگیره و اکثر طراحی‌ها، بعضی از طراحی‌ها شامل خطاهایی است که دقیقاً این مسئله سرعت بحرانی رو مد نظر قرار